بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. ببخشید آقای انصاری میخوام صحبت کنم. دارید با من صحبت میکنید، بفرمایید. خوبی آقای انصاری؟ برنامه من لرستان زنگ میزنم. از کجا؟ از استان لرستان. از استان لرستان. آقای امین هستم، از لرستان زنگ میزنم. آقا امین بزرگوار، بفرمایید، خیلی کوتاه و مختصر. خوب، سلام علیکم. من یه برنامه شما رو دنبال میکنم آقای انصاری. با نهایت ادب و احترام یه سوالی از شما داشتم. میدونم شما مشکلتون با آخوندهاست یا با مذهب شیعه است؟ با هر دوتاش. این برای من سوال پیش اومده. با هر دوتاش. با هر دوتاش. شما با شیعه مشکل دارید یا با آخوندها مشکل دارید؟ با هر دوتاش مشکل داریم. ببینید در نزد ما که تقیه نداریم. در نزد ما شیعیان اگر به معنی پیروی از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشه، من افتخار میکنم که شیعه علی هستم، پیرو علی هستم. کسی اگر که شیعه علی نباشه، اگر علی نمونه الگو و اسوه برای مسلمان ها نباشه، پس کی میخواد باشه؟ علی که در خونه پیامبر بزرگ شد، علی که اولین جوانی که اسلام آورد، علی که در صف جهاد در کنار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مردانه جنگید، در بستر پیامبر خوابید. اگر من شیعه علی نباشم، شیعه کی میخوام باشم؟ اگر هدف پیروی از علی باشه. اما اون شیعیانی که به اسم شیعه، آقا امین جان برادر عزیز اجازه بدید. اجازه بدید خدمت شما بفرمایید. اما اونایی که ادعا میکنن که شیعه علی هستن اما پیروی از مجلسی و کلینی و خمینی و خامنه‌ای و سیستانی و قزوینی و اینا میکنن، اینا اسمشون شیعه هست. ما با اینها مبارزه میکنیم. یعنی شما اجازه میدید ببخشید، پس شما با اصل شیعه میگید مشکل ندارید؟ پس بابا جان ما حرفتون اینه دیگه. من دارم میخوام همینه بگم. شما بحث اینه، شما میگید من با اصل شیعه، کسی که شیعه مرتضی علی باشه کی مشکل داره؟ ما بزرگان ما شیعه علی بودن. بزرگان ما شیعه علی بودن، پیرو علی بودن. آقا من الان برنامه شما رو هر شب دنبال میکنم، الان سر کارم. بگو. خب بعد عرضم به خدمت شما که من برام سوال پیش اومده. اگر شما با بعض از مراجع تقلید مال شیعه مشکل دارید، خب بحثی جداست. یعنی تو تاریخ که میرید جلو بحث میکنید، استناد به کتابا اهل سنت. ولی اگر با مکتب شیعه مشکل دارید، چون تو بعضی مسائلتون مکتب شیعه رو میزنید، یعنی کاری با آقای فلانی و نمیدونم با فلان مرجع اینا ما نداریم. امین جان برادر عزیز، من یک نکته رو خدمت شما عرض بکنم. امروز سخنگوی مذهب شیعه کی است؟ غیر از این آخوندا کسای دیگه هستن؟ نه نگاه کن، هم خیلی هستن. ما تمام مردم ایران مذهب شیعه است. هر کس برای خودش نظری داره. دلیل نمیشه نظر فلان مرجع نظر کل شیعه باشه که شما به استناد به فلان مرجع بیاید کل شیعه رو زیر سوال ببرید. امین جان برادر عزیز، من یک چیز رو واضح و آشکار خدمت شما بیان بکنم. شماها الان، شما امین جان به عنوان یک برادر شیعه، شما هیچ یک از اعمالی که انجام میدید موافق با فرموده های سیدنا علی ابن ابی طالب علیه السلام و رضی الله تعالی عنه نیست. نه نماز خوندنتون. شما به چه استنادی میگید؟ من الان استناد اول شما الان چون ما دستو نمیبندیم. نه ما اهل سنت مالکی ها دستو نمیبندن، هیچ مشکلی نداریم با دست بستن. حضرت علی هیچ وقت ادعا نکرده که امام بلافصل است از طرف الله به منصب امامت منصوب شده. شما این ادعا رو میکنید. علی نماز رو میگه که 5 وقت نماز بخونید، شما 3 وقت میخونید. علی میگه که به خدا شریک نیارید، شما میارید. علی میگه غیر خدا رو نخوانید، شما میخوانید. علی از کسی خمس نگرفت. علی از کسی خمس کسب و کار نگرفت، علمای شما میگیرن. علی به عصمت خودش اعتقاد نداشت، شما اعتقاد دارید. علی با صحابه دشمن نبود، شماها دشمن هستید.
کدوم کارتون بذات تعلیمی میمونه آخه از برای خدا؟ نگاه کنید و همین الان دارید شما باز نظر خودتون رو غالب میکنید به کل شیعه. شما داری باز میگید شما با فلان دشمنید، از چه استنادی داری میگی من دشمنم؟ چون یا که فلان شیعه که در امین جان برادر عزیز الان امین آقا امین، شما الان مسائل اعتقادی و فقهیتون رو مگر از همین مجلسی و کلینی و توسی و موسی و اینا نمیگیرید؟ من یه چیزی میخوام خدمت شما بگم، اجازه میدید؟ بفرمایید. مگه حق ما و شما اهل سنت این نیست که میگیم خداوند تا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله؟ خب ما حرفمون یکی، همین هم داریم میگیم خدا و حضرت محمد این اصل اول، درسته؟ بله. اینو قبول دارید که اینو شما میگید برادرت، شما با قلب پاک این حرف رو میزنید، اما علمای شما این اعتقادشون نیست. میگن نه خدای ما یکیست، نه خدای ما یکیست، نه پیغمبر ما یکیست. چی میگه اینو؟ به خدا شما دارید نظر خودتون رو میگید. من کاری ندارم شاید بعضی از مراجع ما هم تندرو باشن، من که نمیتونم همشون دفاع کنم، ولی خواهشی از شما برنامه‌تون دارم، من دنبال میکنم اصل شیعه رو زیر سوال نبرید. جوری که ما اصل تسنن رو ما زیر سوال، ما برادر تسنن داریم، هم خدمتی تسنن داریم که الان با هم رابطه داریم، ما لرستان و کردستان داریم با هم پیوندی و رفت آمد ولی این مسائل شما که دارید خیلی دارید اختلاف دادید بین شیعه و سنی به خاطر فلان حرف آخوند، به خاطر فلان نظر فلان مرجع که شیعه باید اینطور باشه سنی اینطور. نه، هدف شما اگر خداییش بحث بعضی از مراجع است، باید مستقیم با اون مراجع چیز وارد مسئله بشید، نه با اصل شیعه. چون ما 70 میلیون جمعیت شیعه داریم تو ایران، هر کدوم برای حال نظری دارن، مراجعی دارن، مراجع مختلف. آقا امین یکی از پایه‌گذاران مذهب شیعه اثناعشری سید نعمت الله جزایری است که هر سال یادبودش در ایران برگزار میشه. آقای خامنه‌ای هم مشارکت میکنه و ایشون در سخن جالبی که 2-3 سال پیش گفته بودن در بزرگداشت سید نعمت الله جزایری فرمودن که ایشون اساس تشیع هستند، پایه تشیع هستند. ایشون در کتاب خودش در الانوار النعمانیه در صفحه 278 در جلد 2، این جلد کتاب الانوار النعمانیه سید نعمت الله جزایری، این مرجع شیعه نیست، این اصل شیعه است. ایشون اصل شیعه هستن. ایشون میگن، گوش کن امین جان گوش کن، میگن که بعد از اینکه بررسی میکنن شیعه و سنی رو، در آخر چی میگه؟ و نتیجه این است که خدای ما یکی نیست، پیامبر ما یکی نیست، امام ما یکی نیست، به خاطر اینکه اهل سنت میگویند که پروردگاری که پیامبرش محمد باشه، خلیفهش ابوبکر است و ما این خدا را قبول نداریم و این پیامبر را قبول نداریم، بلکه میگوییم که اگر خدایی که خلیفه پیامبرش ابوبکر باشد، این خدا خدای ما نیست و این پیامبر پیامبر ما نیست. خط شد.